سلام سلاطین بزرگ کالاف. من امروز در مورد کالاف موبایل با تو حرف بزنیم. لطفا لایک و دنبال کردن یادتون نره و به کانال ما خیلی خوش اومدید. و لطفا توی کامنت ها بنویسین که بازی بعدی که معرفی کنیم و اونو توضیح بدیم چه بازی باشه. قطعا کامنتاتون رو میبینیم. بیایم ببینیم هر چیزی که ما در مورد کالاف تویتی موبایل بدونیم. کال آف دیوتی موبایل یکی از محبوب ترین بازی های فرانچایز کال آف دیوتی و کل بازی های موبایلی است که نزدیک به 2 میلیارد نفر آن را دانلود کرده. این بازی به دلیل بتل رویال خود محبوبیت بالایی پیدا کرده است، اما حالت های دیگر آن نیز طرفداران خاص خودشان را دارد. کال آف دیوتی موبایل اولین بازی موبایل فرانچایز است. این بازی در 1 اکتبر 2019 توسط شرکت اکتیویژن منتشر شد. اکتیویژن پیش از 20 بازی در فرانچایز کال آف دیوتی ساخته است، اما کال آف دیوتی اولین بازی موبایلی است که این شرکت به شمار می رود. کال آف دیوتی موبایل که به عنوان بازی رایگان منتشر شد، در مدتی کمتر به تبدیل به یک از پولسازترین بازی‌های جهان شد. این بازی نزدیک به 5 میلیارد دلار در یک سال درآمد دارد. گرافیک کال آف دیوتی موبایل بازی دارای گرافیک بسیار واقع‌گرایانه است که شما در میان میدان نبرد قرار می‌گیرید و هیجان و وحشت واقعی نبرد را می‌توانید تجربه کنید. محیط‌های بازی دارای جزئیات بالایی هستند و تا جای ممکن میل به واقعی ترین شکل ممکن طراحی شدن. سلاح‌های بازی واقعی از صداشون همینا هم مدل واقعیشون ساختجان و تفاوت زیادی نداره. اپراتورهای انیمیشن های خوبی دارن و احساس تکراری یا خسته کننده بودن نخواهید داشت. با این حال باگ‌هایی نیز گاهی دیده می شود. به عنوان مثال برخی از اپراتورهای پس از کشته شدن از روی زمین محو می شوند. محیط بازی دارای نورپردازی بسیار خوبیه و در نتیجه بافت بازی جزئیات بالایی داشته و به خوبی طراحی شده. صداهای بازی نیز کاملا شبیه به واقعیت طراحی شدن. شما می توانید صدای پای دشمنان نزدیکتان را در جهات مختلف بشنوید. صدای شلیک هر اسلحه منحصر به فرد بوده و همانند مدل دنیای واقعی است. صدای انفجارهای نارنجکان نیز خوب ساخته شده، ولی بعضی موقع ضعیفند و انگار مثلا ترقه مثلا میترکه و اونقدر بعضی موقع اونقدر جذاب نیست. گرافیک بالای کال آف دیوتی موبایل باعث شده است تا این بازی روی موبایل های ضعیف به سختی اجرا شود و بازیکن لگ زیادی را تجربه کنه، اصلا میتونه روش بریزه برای این که بازی بهتر اجرا شود. باید بهترین تنظیمات گرافیک را نسبت به موبایل خودتان پیدا کنید که اینو قطعا توی ویدیوهای بعدی، اگه این ویدیو لایک بالای 50 تا داشت، ما قطعا بعدیشو میگیم. در مورد همه اینا توضیح میخوایم بدیم. کالاف مثلا باز دوئلا رو میزنیم، بعد رویال، همه اینا تنظیمات، همه چی فقط به حمایت شما نیازه. همین گیم پلی کال آف دیوتی موبایل. بازیکن در این بازی میتونه بین بازی رده‌بندی یا غیر رده‌بندی انتخاب کنه. بازی دارای 2 اعتبار یا پول است. اولین اعتبار کردیت ها هستن که با بازی کردن به دست می آید و پول دوم همان سی پی کال آف دیوتی است که با پول واقعی باید آنها را بخرید. با این حال بازی تاکید روی خریدن درون
برنامه نداره و میتوانید به شکل کاملا رایگان از آن لذت ببرید. یکی بچه‌ها لازم نیست چیزی بفرمایید، واقعا هم لازم نیست. در کنار پیدا کردن بازیکنان تصادفی برای حالت چند نفره و بتل رویال، یه نکته هم بگم بچه‌ها، اگه خواستید سیپی بخرید هر جایی نخرید. بعضی‌هاشون مثلا دفعه اول واقعا به تو سیپی میدن، دفعه بعد کلا میزنن سرتون، شما دست رو برسه. حتما برید یه سایت معتبر بخرید. میتوانید یک روم اقتصادی بسازید تا با دوستان خود بازی کنید. این بازی داره حالتهای چند نفره بتل رویال و زامبی است که هر کدام گیم پلی متفاوتی به شما ارائه میدن. حالتهای مختلف نسخه موبایل بازی کال آف دیوتی. حالت چند نفره زامبی ها، نبرد رویال هم بده. برسیدن به بالاترین سطح در رنگ های کال آف دیوتی موبایل باید در مود های مختلف ببینید. چه حالت چند نفره کال آف دیوتی موبایل. حالت مولتی پلیر چند نفره کال آف دیوتی موبایل شبیه به بازی های دیگر کال آف دیوتی است که برای کنسول و پی سی منتشر شده بودند. این حالت بازی دارای هم ویژگی‌های قدرتایی که داریم ها نیز است. سلاح‌های قدرتمند که با رسیدن به امتیازهای خاصی آنها را به دست می‌آورید و یک بخش جدا نشدنی از سری بازی‌های کال آف دیوتی بودند. اصلی حالت بازی در مولتی پلیر همه حالت‌های وجودی در کال آف دیوتی های دیگر است که شامل چیزای الان اینجا می‌نویسه، الان براتون میاره، ادیتور براتون میاره. زمانهایی به بازی اضافه میشوند اما همواره داخل بازی موجود در اینکه چی بتل رویال کال آف دیوتی. الان می‌خوایم در مورد بتل رویال بهتون توضیح بدیم که چطوری بازی کردنش. در بتل رویال کال آف دیوتی با 100 بازیکن دیگر روبرو خواهید شد. همشون بازیکن و پلیر نیستن، بعضیشون باتن که هر کدامشون برای بقای مبارزه میکنن و میخواهند آخرین نفری باشن که زنده میمونن. چون که بچه شما باید همه بازیکن‌ها رو شکست بدین و خودتون از زنده بمونید. امکان بازی تک نفره، 2 نفره، 4 نفره نیز وجود داره. مثلا تیمیش اصلا یه نفرتون زنده باشه کلتون میبرد. مثلا 4 نفره رفتیم، مثلا محمد و اصغر اکبر و علی. مثلا محمد و اصغر اکبر میمیرن، علی زنده میمونه. اونطوری مثلا همه تیم برنده میشه. در ابتدای بازی هر یک از بازیکنان تیم قابلیتی را انتخاب میکنند. یک بازیکن ساپورت است و نقش هیل کردن بازیکن دیگری را بر عهده دارد. بازیکن دیگر نقش حمله و رفتن به قلب دشمن و اینا رو داره که اصلا میتونیم یکی مثلا لزوما هم لازم نیست اینطوریه. حالا ما با بچه ها بعضی ما بازی میکنیم این اصلا برای مهم نیست، مثل وحشی هم میریزیم همه رو میکشیم را بر عهده خواهند داشت. همانند بتل رویال های دیگر با آماده شدن 100 بازیکن سوار یک هواپیما شده و روی مپ پرواز میکنید. شما باید طبق استراتژی خودتان از هواپیما پریده و در مکان مشخص فرود بیایید. خط پرواز هواپیما در هر بازی تصادفی است. همچنین هر دارای یک فرمانده است که زمین پری و فرود را مشخص کنند. یعنی مثلا اون فرمانده، اون مثلا علی که مثلا فرمانده بوده، به پرجای کل تیم با هم دیگه مثلا خودکار اون هم میپرن. در ابتدای بازی هر بازیکن فقط یک چاقو دارد و تجهیزات دیگر رو باید از داخل مپ بازی به دست آورد. داخل مپ بازی سلاح‌های مختلف و وسایل نقلیه و آیتم‌های متفاوتی وجود دارند که باید با آنها خودتان را مجهز کنید. یا بعد یه دونه فقط چاقو دارید و صندوق‌ها اینا رو باز می‌کنید دستاتون و که مجهز و مثلا نقلی هم که رو زمین ریخته. هرچه آیتم های بهتر و بیشتری داشته باشید کشتن دشمن راحت تر خواهد.
بهترین بازی های بتل رویال برای آیفون و مپ‌ها در بتل رویال دارای لوکیشن هایی با قابلیت لوت زیاد هستند که با رنگ زرد به نمایش در میآید. این لوکیشن ها آیتم های بهتری را برایتان فراهم می‌کنند، اما به همین دلیل هم دارای خطرات بیشتر هستند، چرا که اکثر بازیکن در این لوکیشن ها فرو می‌روند. یا اونجا می‌دونم بگه منطقه میدون می‌میری، چون که مثلا اینجا لوت های بیشتر داره، بازیکن ها بیشتر میان و اون همه هم دیگه پاره. بازی همانند بتل رویال های دیگر داره یک محدوده امن است که تازه یک زوم گرفته، مثلا تو بازی هم دیدیم اگر اون زوم بیاد برین داخل بعد چند ثانیه میبینی. بازیکن یا تیم برنده است که پس از کشته شدن تمام بازیکن دیگر زنده بمانند. گفتم بهتون بچه ها اینو حالت زامبی حالا میخوایم توضیح بدیم. این حالت در نوامبر 2019 به بازی اضافه شد. با این حال قبل از اون کال آف دیوتی های دیگر موجود بود. این حالت داره مپ که اصلا مهم نیست. بازیکن در کال آف زامبی در مقابل موج حمله زامبی ها قرار میگیرن و باید مقابلشون مقابله. بچه اگه بازی زامبی علاقه داریم میتونیم از اینا براتون ویدیو بذاریم و معرفی کنیم. بله بیشتر بازی زامبی هم داریم موج حمله میاد. حالت زامبی کال آف دیوتی موبایل را میتوانید به شکل اینکه اصلا بی‌نهایت بشه تا ابد ادامه داشته باشه بازی کنید. این حالت بازی انتهایی نداره که گفتم و تا جایی ممکن باید مقابل زامبی های مقاومت کنید. امکان بازی به شکل نیز وجود دارد که در آن باید با زامبی های عادی روبرو شوید و پس از گذشت چند موج از حمله یک باس فایت خواهید داشت. امکان بازی به درجه سختی متوسط و قهرمانانه نیز بود. این حالت بازی در سال 2022 بازی هست اما به زودی یک حالت دیگر اومد به بازی اضافه شد. این حالت هم در جان بقا بود و بازیکن باید تلاش می‌کردند تا در تیم های 4 نفره مقابل زامبی ها زنده بمانند. در این حالت شما باید در طول روز تجهیزات مختلف را جمع آوری کنید و آماده دفاع باشید. زمانی که شب برسد زامبی ها حمله میکنن تکه پارمون میکنن. اکتیویژن حالت زامبی قبلی و کلاسیک را در رانیز در سال 2022 به بازی اضافه کرد. در حال حاضر کال آف زامبی کلاسیک در کال آف دیوتی موبایل وجود دارد که داره این مپ اینم بازم مهم نیست و میتونه در 2 مود بررسی شده. و کنترل کال آف دیوتی موبایل. حالت ساده کنترل کال آف دیوتی موبایل حالت پیشرفته کنترل کال آف دیوتی موبایل. کال آف دیوتی موبایل یکی از بهترین بازی‌هایی در این زمینه است که امکان شخصی سازی کامل را برای تو فراهم کرده. حالت ساده بازی کال آف دیوتی حالت ساده یک حرکت قابل توجه می‌باشه که شما بزنید کلیاتشون میخوام بگم براتون خیلی خلاصه گویم. وقتی شما میگیرین روی بازیکن درجه شلیک میمونه، یعنی میرسن شلیک میمونه. این اصلا چیز فوق‌العاده نیست چون که اصلا دقت تیراندازی رو کم میکنه، ولی خوبه این که داری تو مثلا میگه لازم نیست تمام انگشت استفاده کنی، همون 2 تا استفاده میکنی و راحت میچرخی و حریفاتو میزنی. که پیشرفته بازی کال آف دیوتی شامل پیشرفته احساس بیشتری از کنسول بودن را به شما میدهد. در مورد نیازهای شما به کنترل برای حرکت‌های فکر کرده است که این روش‌ها بسیار عالی می باشد. تقریبا همه صفحه جلوی روی شما
قابل حرکت میشه و این شما اجازه میده تا بتوانید دکمه های مهم بازی را در زیر انگشت‌های خودتان لمس کنید. این حالت یک دکمه واقعی برای شلیک دارد که بسیار مهم باشد. بازی در این حالت یک حجم عظیمی از کنترل کننده ها را برای حساسیت بیشتر راجع به کاراکترها به شما میدهد. تنظیم کردن دقیق این جزئیات احتمالاً مهمترین کار شما در هنگام بازی نسخه موبایل کال آف دیوتی خواهد بود. تفاوت بین باخت و پیروزی این می باشد که شما چقدر سریع می توانید هدفهای را پیدا کنید. همچنین از یک کنترل کننده بلوتوثی نیز می توانید استفاده کنید. دو حالت لمسی برای نسخه کال آف دیوتی موبایل از بهترین موارد موجود برای یک تیراندازی موبایل هست. اما اگر می خواهید همه چیز را به سطح بعدی برسانید، می توانید بازی را با کنترل کننده بلوتوث دار مورد علاقه خودتان انجام دهید. مثلا بچه ها منظورش دیگه مثلا دسته وصل کنی، کیبورد وصل کنی. انجام این کار در نسخه موبایل این بازی بیشتر احساس شبیه به کال آف دیوتی سنتی خواهد داد. کنترل کننده فقط برای این نمی باشد که یک کنترل کننده فیزیکی را برای شما جایگزین کند تا یک واکنش سریع و یک حرکت چابک را انجام دهید. این کنترل کننده به همان اندازه صفحه لمسی خوب باشد. مپ های کال آف دیوتی موبایل. کال آف دیوتی موبایل دارای مپ های مختلفی است که هر کدام از آنها در حالت مختلف قابل بازی هستند. اکثر مپ های کال آف دیوتی موبایل از سری های دیگری وارد این بازی شدند و در نتیجه حس نوستالژیک برای طرفداران این فرانچایز خواهند داشت. همچنین بعد شناخت مپ های این بازی شاید براتون جالب باشد که بدانید بهترین مکان های لوت در کال آف دیوتی موبایل در کدوم مپ هست که اینو قطعا براتون میگم. الان مپ های حالت چند نفره کال آف دیوتی موبایل که الان براتون میاد: مپ های فصلی کال آف دیوتی موبایل سیزن 1، سیزن 2، سیزن 3، سیزن 4، سیزن 5، سیزن 6، سیزن 7، سیزن 8، سیزن 9، سیزن 10، سیزن 11، سیزن 12 و سیزن 13. مپ های بالا در همین سیزن از کال آف دیوتی در طول یک سال به بازی اضافه میشن و فقط در آن سیزن قابل بازی. نکته مهمی بود که باید بهتون. مپ های بتل رویال کال آف دیوتی موبایل که اینا هم الان براتون میاد. خیلی ممنون که این ویدیو دیدین، واقعا ممنونم. لطفا لایک و دنبال کردن یادتون نره. ما به حمایت های شما خیلی درود، خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.